نامزدی خزال عنایت با مرد پولدار در تاجیکستان حقیقت داشته است یا خیر؟ خزال عنایت سفرهایش دوباره به تاجیکستان و افشای حقایق و رازهای پشت پرده خزال عنایت با هنرمندان تاجیکی و رقابت تنگاتنگ خزال عنایت با آریانا سعید که اصلا باورتان نمی شود. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان. آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. خزال عنایت یکی از هنرمندان موفق و با استعداد کشور بوده است، ولی همیشه مورد نقد و نظر فراوانی از طرف علاقه‌مندان و طرفداران صدایش شده است. خزال عنایت کارهای هنری‌اش را بیشتر از 15 سال می شود به طور دوامدار برای دوستداران و طرفداران صدایش ادامه داده است. خزال عنایت همه ساله سفرهای متعدد به کشورهای آسیایی بالخصوص تاجیکستان، ترکیه و دبی داشته است. وی در اصل تابعیت کشور کانادا را دارد. خزال عنایت در کشور تاجیکستان علاقه‌مندان صدایش فراوان بوده است. وی در سال 2014 و 15 کنسرت‌های فراوانی در این کشور برگزار می‌کرد و همیشه مورد حمایت و تشویق قرار می‌گرفت. اما با یک بارگی رابطه خزال عنایت با هنرمندان تاجیکستان از هم پاشید. وی دیگر سفر به این کشور نکرد، ولی جدیداً تصاویر خزال عنایت در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی با یک مرد پولدار تاجیک در کشور ترکیه قرار است نامزد شود. ولی تاکنون خزال عنایت حقیقت این ماجرا را تایید نکرده است. ولی خزال عنایت مدت دیری می شود دیگر آهنگ جدید برای دوستداران و طرفداران صدایش نشر نکرده است. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان سلام، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای هر یک از شما خوبان. از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم تا درودی دیگر شما عزیزان را به لای من سپرده موفق و کامیاب و کامگار باشید.